خب سلام، به یه جلسه دیگه از دوره 0 تا 100 خوش اومدین. امروز قراره در ادامه ویدیوی قبلی که راجع به محیط سه‌بعدی و سه‌بعدی سازی کلا تو فتوشاپ بود یاد بگیریم چجوری به تصاویرمون و عکسای 2 بعدی که داریم عمق بدیم و سه‌بعدیشون کنیم. احتمالاً اگه انیمیشن سازی و بازی سازی می‌کنین خیلی به دردتون می‌خوره و کلا بریم ببینیم چجوریه. بریم داخل فتوشاپ که داشته باشیم. من برای عکس اول اینو انتخاب کردم. فقط یه چیزو قبلش بگم که همونطور که می‌بینین یه فتوشاپ من اینجا دارم، یه فتوشاپ اینجا دارم. این فتوشاپ نسخه 2018 است، چون من تو اون فتوشاپ 2024 هم اگه اشتباه نکنم، آره، تو اون یه سری چیزا رو نداشتم. یعنی میرفتم تو بخش 3D یه سری آپشن نبود. حالا نمیدونم یا حذفشون کردن یا مال من باگ داره یا چی. برای همین یه 2018 نصب کردم. قرار امروز رو این کار کنیم و یادشون بگیریم. خب بریم وارد بخش 3D فتوشاپمون بشیم. ورک اسپیس رو 3D انتخاب میکنیم و خب وارد این بخش میشیم. اولین کاری که میکنیم، ما این بخش رو توضیح دادیم کاملا تو جلسه قبلی. بازم میگم که اگه ندیدین اونو حتما برین نگاه کنین، بعد بیاین اینو نگاه کنین. حالا ما اولین کاری که میخوایم تو این جلسه بکنیم، میام مش فرام دپت مپ رو کلیک میکنیم روش و اینجا از آپشنایی که داره ما همون پلین رو انتخاب میکنیم. حالا توضیح راجع به این قضیه چیه؟ ببینیم توی این گزینه‌ای که ما الان انتخاب کردیم، بخشای روشن رو میاد برامون بولد میکنه یا برجسته سازی میکنه و بخشای تیره رو میاد برامون عقب نشینی میکنه یا گود میکنه و عمق میده بهشون. این آپشن هم برای این اساس تنظیم بندی شده که اومده 256 تا طیف خاکستری که ما تو فتوشاپ داریم و میاد تنظیم بندی میکنه و بر اساس اونا عمق میده. همونجوری گفتم روشن رو بولتر میکنه و تیره رو میبره عقب‌تر. و خب ما الان رو همین بخش پلینش کلیک میکنیم. آپشنای دیگه هم داره که میتونین امتحانشون کنین که ببینین چیکار میکنن. ما پلین رو انتخاب میکنیم و گزینه کرییت رو میزنیم. یه ذره صبر میکنیم تا انجام بده این قضیه رو و حالا همونطور که میبینین اومد و تصویر ما رو سه‌بعدی سازی کرد. من این صفحه رو میبندم، تو مال خودم نداشتمش ولی خب اینجا رو مخمه. حالا من اگه تصویر رو یه ذره بچرخونم کاملا متوجه میشین که منظورم چی بود. ببینین این بخشایی که تیرن میبینین اومدن عقب‌تر، بخشای روشن اون اومدن جلوتر و خب الان اگه بچرخونیمش بذارین و میبینین که دقیقاً همون تصویر اومده برامون سه‌بعدی سازی کرده. خب این از این. حالا من این کنترل ان میزنم و یه صفحه باز میکنم. همین 1500 در 1500 خوبه و کرییت رو میزنم. تو این جلسه ما دونه دونه داریم پله پله میریم بالاتر تا در نهایت برسیم به اون سقفی که میگم یه دونه تصویرمون رو بر اساس چیزی که دلمون میخواد سه‌بعدی کنیم. اینجا فقط داریم توضیحاتش رو میدیم که آماده باشین و خیلی راحت تر اون بخش رو بفهمید. حالا من تو این صفحه خالی میام ایمیج رو که نه ادیت رو انتخاب میکنم و فیلو میزنم. اینجا من 50% گری رو میزنم، 50% خاکستری و اوکیش میکنم و تصویرم رو خاکستری میکنم. اون تصویر قبلیه رو ببندم کلا که احتمالاً باگی لگی چیزی نده. حالا که ما اومدیم اینو خاکستری کردیم، همون حرکت قبلی رو میزنیم. چیکار میکنیم؟ میایم رو همین مش فرام دپت مپ پلین رو میزنیم و کرییت میکنیم. یه ذره صبر میکنیم که انجام بده و همونطور که میبینین تصویری که الان به ما داد کاملا تخته. این یعنی چی؟ این دقیقاً از همون قضیه میاد. وقتی که ما این 50% گری رو میزنیم، میاد دقیقاً خاکستری که بین مشکی و سفیده انتخاب میکنه. و همونطور که ما گفتیم میاد از بین خاکستری ها. وقتی خاکستری که میان باشه دقیقاً تخت میشه دیگه. حالا من این کنترل ان دیگه میزنم و میام یه دونه دیگه میسازم صفحه جدید. اما تو یکی من یه جی میزنم که گریدینت باز بشه و مثل اینکه 2018 یه ذره فرق داره. بذار این گریدینت تو از همینجا پیداش کنم. آره گریدینت. و اینجا دقت کنین که یه دی بزنین. اگه اینجاتون سفید و سیاه نیست خودش سفید و سیاه میشه. یعنی من اگه مثلا اینجا قرمز باشه یه دی بزنم میبینید سیاه سفید شد. حالا گریدینت رو باز میکنیم رو همین حالتی که سفید بره از مشکی بره به سفید، یه دونه تصویر میکشیم و اوکیش میکنیم. خب حالا دوباره همون کار میکنیم. مش فرام دپت مپ رو میزنیم و کرییت رو میزنیم. یه ذره صبر میکنیم تا همال بشه و ببینید دقیقاً همونطور که گفتیم بخش سفید اومد جلوتر قرار داد و بخش تیره رو اومد عقب‌تر قرار داد. اینا همه برای اینکه متوجه شیم که چیکار میکنه و چه جوری میشه از این استفاده کرد. یعنی شما الان جلوتر بهش برمیخوریم که میتونین یه همچین بیسی رو برای خودتون بسازین. مثلا میدونین عکستون یه همچین حالتی داره، با گریدینت بیس رو میسازین و اون عکستون رو میندازین روش. حالا بذارید من یه کنترل ان دیگه بزنم و یه صفحه جدید دیگه کرییت کنم و حالا توی این یکی صفحه ما میایم توی بخش فیلتر، اینجا رندر رو انتخاب میکنیم و کلاود یا ابر رو میزنیم که یه تیکه‌های سیاه‌سفید متفاوت بهمون بده. باز همون حرکت رو میزنیم، مش فرام دپت مپ رو کلیک میکنیم روش و کرییتش میکنیم. حالا
یه ذره صبر می‌کنیم تا این قضیه ایجاد شه و همونطور که می‌بینیم بخشای سفیدمون یا روشن‌ترمون رو آورد جلوتر و بخشای تیرمون رو برد پشت‌تر و اینجوری حالا اینجوری هم بگیریم شبیه رشته کوه میشه. ولی خب حالا ما همچین چیزی رو ساختیم، یعنی ما دقیقاً دیدیم که آقا خاکستری مطلق برامون تخت کار انجام میده، بخشای روشن میان جلوتر و تو این قضیه می‌بینیم دیگه اون بخش روشنه دیگه از همه واضح‌تر شد. حالا می‌خوایم این قضیه رو شروع کنیم که عکسمون رو بندازیم روی این بخش یا عکسمون رو سه‌بعدی سازی کنیم و با این تصویر عمق بدیم بهش. من برای این کار میام روی بک‌گراند انتخاب میکنم، همونطور که اینم تو جلسه قبل گفتم. می‌خوایم یه تصویر بندازیم داخل این دیگه. میایم اینجا و ریپلیس تکسچر رو میزنیم. یه تصویر از اینجا انتخاب میکنیم. من همین میمونه رو انتخاب میکنم و اینجا میاد این میمونه رو میندازه روی بخش سه‌بعدیمون. شاید الان سوالتون این باشه خب این کجاشون میمونه است، یعنی اصلا هیچ شباهتی به اون میمونه نداره. ولی خب کنترل زد این من نمیدونم چرا تو 2018 اینقدر بده. ولی خب اوکی، من رو همین بک‌گراند کلیک میکنیم. ما اومدیم میمونه رو انداختیم توش. قضیه‌ای که شما این میمونه رو نمیبینین برای اینه که خود این بخشی که گذاشتیم که سه‌بعدی قضیه‌تون باشه این خودش یه تکسچر داره و برای این کاری که ما میمونه رو بتونیم ببینیم یا عکس و تکسچری که گذاشتیم رو ببینیم کافیه که شما اینو صفر کنید، یعنی تکسچر این قضیه رو صفر کنید تا میمونه‌تون بولد بشه. اینجا شما میایین توی اوپاسیتیتون و من اینجا قضیه رو میزنم روی ریموو تکسچر. حالا یه ذره صبر می‌کنیم. همونطور که می‌بینید میمونمون برابر شد، بالاخره اومد جلو. حالا یه ذره میایم اینجا با قضیه روشناییش کار میکنیم و یه ذره درخشانترش میکنیم و همونطور که میبینید دقیقاً اون تصویری که ما میخواستیم و الان بهمون داد و اون میمونه رو انداختیم توی همچین محوطه‌ای. خب تا اینجا ما یه سری توضیحات داشتیم و خواستم کلا با این محیط آشناتون کنم و ببینیم که چه جوری کار میکنه. از الان به بعد قراره یه کار حرفه‌ای‌تر بسازیم و کلا ببینیم این توضیحات کجا میتونه به دردتون بخوره. اولین چیزی که ما بررسی میکنیم بخش نورمال مپ و بامپ مپه که دو تا فیلتر مهمن برای سه‌بعدی سازیتون. بریم از اولی شروع کنیم. من برای این فیلترها این تصویر دیوار رو آوردم و می‌خوایم این آجراشو برجسته کنیم و سه‌بعدی سازیش کنیم. ما میریم توی بخش فیلتر و اینجا بخش فیلترهای 3D رو می‌بینید. من گزینه جنریت بامپ مپ رو میزنم تا ببینیم چیکار میکنه برامون. وقتی که جنریت بامپ مپ میزنین خودش میاد براتون یه صفحه ایجاد میکنه و کاربردش رو دقیقاً بهتون نشون میده. ببینین به من داره نشون میده که تقریبا سه‌بعدی سازی تصویرم چجوری انجام خواهد شد و اینجا شما میتونید مشخص کنین که میزان بلور بودن یا صاف بودن این قضیه چقدر باشه یا اینجا چقدر دیتیل داشته باشه تصویرتون. مثلا من اگه اینو صفرش کنم میبینیم کلا یه کره بدون جزئیات میشه. این پایین ترش ما قضیه کنتراست دیتیلز رو داریم که میاد بر اساس بخش لو و مدیوم و های این قضیه رو کنترل میکنه که ببینید من مثلا اگه اینو 60% بزنم می‌بینید تو هر کدوم از بخش‌ها یه سری تغییرات ایجاد میشه. مثلا من اینو 80 بزنم کاملا متوجه میشین که دیتیل کجا داره چه جوری اتفاق میفته. من همه رو برمیگردونم رو همون حالت دیفالتش که فقط همین توضیحشون رو داده باشم و بعد از اون شاید این سوال براتون پیش بیاد خب ما چرا روی کره داریم مگه دیوارمون حالت صاف نداشت. اینجا جوری که شیء نشون میده دست خودتونه، یعنی پریویو کاریه که شما دارین اینجا میکنین. اگه میخواین پریویوش عوض کنین میتونین بیاین اینجا مثلا بگین آقا برای منو توی یه دونه مکعب نشون بده و همونطور که می‌بینید میاد عکستون رو توی مکعب پریویوش نشون میده و این هیچ ربطی به جزئیاتی که اعمال میکنه نداره، فقط داره نشون میده که شما دارین چیکار میکنین، چه اتفاقی در برش میفته. حالا شما میخواین رو هر چی ببینید، حتی میخواین روی نوشابه ببینید که چه جوری دارین دیتیل میدین به کارتون و خوشگلم شد. ولی خب اینجوریه دیگه. حالا ما کنسل رو میزنیم و میایم گزینه بعدیش رو انتخاب میکنیم. توی گزینه بعدی فیلتر ما میایم توی 3D و نورمال مپ رو میزنیم. کاری که نورمال مپ میکنه کار دقیق تریه نسبت به بامپ مپ، چون که میاد بر اساس RGB تون این جزئیات رو ایجاد میکنه. توضیحاتش دقیقاً شبیه همونه و شیوه نمایشش و همه صفحه شبیه همونه، فقط تنها فرقش اینه که با تنظیمات RGB میاد و این دیتیل رو بهتون میده. من اینم کنسل میکنم و توضیحات این دوتا فیلتر رو دیدیم. حالا بریم ببینیم چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب اولین بخشی که ما میریم سراغش ایجاد فیک دپته که یه حالت جالب داره که وقتی ساختمش توضیح دقیق ترش رو میگم. برای اینکه بتونیم همچین قضیه رو بسازیم توی همین بخش 3D مون میایم و این عکسی که داریم رو تبدیل به پست کارت میکنیم و کرییتش میکنیم. همونطور که من الان اگه صفحه رو بچرخونم خواهید دید میاد بهمون تصویر سه‌بعدی دیوارمون رو شبیه همون پست کارتی که توی مدل خودش هست نشون میده. حالا برای اینکه این جزئیات دقیق تر دیده شه میایم یه نورم اضافه میکنیم. میایم توی این بخش پایین یه دونه اینفینیتی اسپاتلایت اضافه میکنیم و خب زاویه چرخش رو من اگه عوض کنم میذاره دقیق تر خواهید دید. خب الان میبینیم که یه حس سه‌بعدی بیشتری داره بهمون میده وقتی نور اضافه شد. ولی خب برای سه‌بعدی سازی بیشترش ما میایم روی بک‌گراندمون کلیک میکنیم
و پراپرتیزی که اینجا داریم و میایین تا ته و اینجا یه گزینه نورمال میبینید. حالا من این نورمال رو کلیک میکنم روی این فایل کنارش. اینجا ما یه گزینه generate normals from diffuse و فلان رو داریم که من اگه کلیک کنم روش دقیقاً شبیه همون تبی که ما توی فیلتر داشتیم، یه ذره طول میکشه تا بیاد بالا بذارین، ولی خب دقیقاً شبیه همون تبی که ما توی فیلتر داشتیم برامون باز میشه. و خب اینجا دوباره میتونین دیتیلتون رو مشخص کنین، میتونین شیوه نمایش دیتیلتون رو مشخص کنین. حالا من همینا به نظرم اوکی، من قضیه دیتیلشو میبرم بالاتر که راحت‌تر متوجه شیم و من اینجا اوکی رو میزنم. حالا من اینجا میام روی سینمون که دیوار رو بچرخونم، همونطور که میبینین برای دیوارمون تکسچر ایجاد شد. حالا من اگه نورم بچرخونم دیگه راحت‌تر متوجه میشین، ولی همونطور که متوجه هم شدین الان عمق نداره دیوارمون، یعنی یه سری تکسچر ریز براش اضافه شده که عمق هم ندارن. برای همین به این میگم فیک دپت، یعنی یه عمق فیک میسازه براتون، ولی با این حال تمام تکسچر و دیتیلی که می‌خواستین رو داره. خب بعد از این ما می‌خوایم الان بریم سراغ اکچوال دپت که یه ذره پیچیده‌تره، ولی خب عمق واقعی میده به دیوارتون که برای کارهای سه‌بعدیتون قطعاً خیلی نیازتر میشه. حالا برای ساخت اکچوال دپت یا عمق واقعی من کافیه که فقط بیام توی بخش لیرم یه کپی از لایه اصلیم بگیرم از لایه بک‌گراندم و لایه بک‌گراندم رو خاموش کنم. حالا الان دلیل این قضیه رو میفهمین. بعدش میام تو همون گزینه‌ای که داشتیم توی فیلتر، توی 3D و یه دونه بامپ مپ برای خودم میسازم. یه ذره صبر می‌کنیم تا اجراییشه بازم. و خب اینجا این تنظیمات به نظرم اوکیه. میگم دست خودتون هر کار می‌خواید بکنین. من کرییتو میزنم. شما با یه همچین صحنه‌ای مواجه میشین وقتی کرییتو بزنین که اینجا قبل از اون محل سه‌بعدی سازیمونه. حالا همونطور که گفتیم بخشای تیره عمق دارن و بخشای روشن برام بولتر میشن. اینجا کاری که شما میتونین بکنین اینه که ابزار داج یا برنتون رو بردارین که من توی این بخش دارمش، شما احتمالاً شاید توی تولبارتون داشته باشینش که با او هم میتونین بیارینش. میتونین بیاین دونه دونه اینا رو بردارین و روی بخشایی که میخواین تیره باشه کلیک کنین با ابزار برنتون، یا اگه میخواین یه جایی رو روشن کنین که بولتر بشه میتونین با ابزار داجتون بیاین کلیک کنین روش. راجع به داج و برن ما یه ویدیو کامل داریم که فکر کنم تو 10-15 دقیقه کل این قضیه رو توضیح میدیم. اگه راجع به این ابزارم نمیدونین، ابزاری به درد بخورین، من ویدیوشو میذارم همین بالا اگه خواستین برین اونها رو نگاه کنین. ولی خب کلیتش همینه، یعنی شما جایی که میخواین برجسته شه رو میاین با داج یه ذره روشن‌تر میکنین. الان من اینجا رو دارم همینطوری روشن‌تر میکنم که نتیجهشو ببینین و جایی که خواستین تیره تر شه هم میاین با برن اون گوشا رو تیره تر میکنین. کار بعدی که ما میکنیم دقیقاً مربوط میشه به اولین کاری که ما توی این جلسه کردیم، یعنی میایم یه دونه مش فرام دپت مپ رو میسازیم و پلینش میکنیم و کرییت رو میزنیم. یه ذره صبر میکنیم تا این اتفاق برامون بیفته و همونطور که الان میبینین من اگه تصویر رو بچرخونم میبینین که اومده برای ما یه دیوار ساخته با یه سری عمق. فقط اینجا که من روشن کردم الان بهش توجه کنین که چقدر اومده بیرونتر. حالا ما با این قضیه کنار میایم چون خودمون اومدیم این کارو کردیم، ولی خب در کل میبینین یه سه‌بعدی سازی واقعی انجام داده. هنوز کارمون تمام نشده، خیلی خفن‌تر از این میشه. حالا کاری که من میکنم میام رو همون دپ مپ خودمون یه ذره زاویه رو میچرخونم که ببینم دارم چیکار میکنم. شما اینجا وقتی روی این کلیک کردین میایین و عمقشو بر اساس چیزی که دوست دارین تعیین میکنین. بذارین من یه ذره اینجوری تر بشه. حالا دوباره به نظرم مثلا یه همچین عمقی خوبه. عمقشو برای خودتون تعیین میکنین. حالا برای ایجاد بافت توی این دیواری که ما تونستیم طرح سه‌بعدیش رو در بیاریم، شما کافیه فقط بیاین روی بخش لایه دپت مپتون، اینجا توی دیفیوز گزینه ادیت تکسچر رو بزنید. اینجا یه سوال میپرسه که میخواین این کارو انجام بدین. من میگم دیگه نشونش نده، اوکی بزنم و یه صفحه جدا برام باز میکنه راجع به این قضیه‌ای که ما داشتیم. حالا اینجا اون جاییه که به دردمون میخوره، اون لایه‌ای که کپی کردیم و اونو گذاشتیم زیر. من اینجا میام رو اون لایه بک‌گراندی که آفش کردم کلیک میکنم و گزینه دوپلیکیت لیر رو میزنم. میگم این دوپلیکیت لیر کاری که میکنه میاد یه دونه کپی از لایه‌مون میگیره. میگه کجا کپیش کنم؟ من میگم تو اون لایه جدیدی که ساختم برای تکسچر ادیت کردن اینجا کپیش کن. اوکی میکنم. میبینین اومد این بالا. حالا من چشمشو فعال میکنم که داشته باشمش و کنترل اس رو میزنم که سیو شه. الان این تکسچری که ما اینجا آوردیم که صفحه جداگونه باز شد برای اینکه تکسچر رو ببینیم، باید اعمال شه روی این. حالا من اینو میبندم. خب و حالا همونطور که میبینین ما تصویر سه‌بعدیمون اعمال شد روی دیواری که داشتیم. الان من میام همون نوری که داشتیم و دوباره میتابونم روی این تا شما دقیق تر ببینین که چه اتفاقی براش افتاد. الان من زومش هم بکنم کاملا متوجه میشین که دیواری ما تونستیم بسازیم که بافت داره به صورت طبیعی. حالا هر جاشو که شما نخواستین هم میتونین
با استفاده از این درشترش کنین کلا بافتی که دارینو، یا بافتا رو همونطور که می‌بینید بعضی جا تیزن، دقیقاً با همون تکنیک داجنبرن یک دست سازیش کنین تا بتونین یه بافت منسجم و یک شکل داشته باشین. ولی سه‌بعدی سازیش به همین راحتی انجام شد برای ما. و در نهایت کاری که ما توی بخش 3D کلا انجام میدیم رندر گرفتن از چیزیه که ساختیم. این چیزیه که ما تونستیم توی این جلسه توی 10 دقیقه 20 دقیقه بسازیم. من اینجا گزینه رندر رو اگه بزنم این پایین میاد و رندر میگیره. اینجا هم بهم میگه که نشون میده چقدر طول میکشه که این رندر گرفته شه. رندر یعنی پردازش این فایلتون و قابل استفاده بشه. حالا اگه شما دیدین خیلی داره طول میکشه، مثل الان من، میتونین گزینه اسکیپ رو کیبوردتون رو بزنین تا از بخش رندر خارج شه، یا میتونین اصلا بخواید برای رندر برین توی بخش 3D تون، اینجا رندر 3D لیر رو بزنین، یا حتی اگه بخواید میتونین یه بخش از اون چیزی که ساختین رو انتخاب کنین، بعد بیاین روی 3D و رندر لیر رو بزنین یا از همین پایین رندرش کنین. خب اینم از این جلسه بود. بخش سه‌بعدیمون رو ما تموم کردیم. توی این جلسه کامل یاد گرفتیم که چجوری عکسمون رو تبدیل به سوژه سه‌بعدی کنیم و عمق میدان بهش بدیم. با این حال اگه سوالی مونده بود براتون توی کامنت ازم بپرسین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین. اگه کانال رو دوست داشتین ما از اینجور محتوا تولید می‌کنیم، میتونید سابسکرایب کنین تا بیشتر ببینید. و در نهایت مرسی که این ویدیو رو دیدین. فعلا